رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. سلام بر شما. با عرض تسلیت از جانب حزبمون، خودمون، خدمت خانواده‌های داغدار ناشی از جنایت اخیر رژیم اسلامی، روشنه که قیام سراسری ملت ایران علیه این رژیم و واکنش جنایتکارانه رژیم علیه مردمی که برحق و قانوناً دست به اعتراض زده بودند، عرض میکنم که همین جریان اثبات میکنه که ما درست در وسط یک روند گذار بلا تردید قرار داریم و پرداختن ما به موضوع گذار یک امر کاملا بجا و منطقیه. پس به همین کار ادامه میدیم. ببینید، اغلب کسانی که در مورد مبحث ترانزیشنالیزم که من اون رو به گذارمداری ترجمه میکنم کار کرده و مطلب نوشتند، معتقدند که گذار علاوه بر داشتن یک رهبر نیازمند وجود به 3 نهاد مهمه که مجموعاً به این 3 نهاد میگیم آلترناتیو، که برای یک جایگزینی یک حکومت در حال فروپاشی به وجود میاد. این 3 نهاد عبارتند از یکی شورای حقوقی برای نوشتن یک منشور کار، دوم یک شورای ناظر بر پیشرفت کارها و سوم هم یک دولت موقت. و با توجه به اعتمادی که مردم ایران نسبت به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار نشون دادند، به نظر میرسه که ایشان به عنوان امین مردم ایران در رهبری دوران گذار میتونن در شکل گرفتن این نهادها نقش عمده‌ای رو بازی کنن. اما من در گفتار این هفته میخوام به خود این نهادها بپردازم و بحث در چگونگی نقش شاهزاده در ساختن این نهادها رو به برنامه‌های آینده وامیگذارم. با خودمون در برنامه گذشته صحبت رو به این اجماع نظر به پایان بردیم که بد نیست هرچه زودتر، چه قبل از فروپاشی رژیم اسلامی و چه بلافاصله پس از اون، یه پیمانی ما بین شاهزاده و تیمش و جمعیت طرفدارانش در ایران و جهان تدوین بشه که اصول 5گانه گذارمداری در اون به روشنی توضیح داده شده باشه که هم برای مردم هم برای دستاندرکاران روشن باشه که در طول دوران گذار که اغلب میتونه تا 1.5 سال هم ادامه پیدا کنه، وظایف و اختیارات شرکت کنندگان در مدیریت جنبش چیه، اونها چه کارهایی رو باید انجام بدهند و چه کارهایی بیرون از حوزه عمل اونهاست. در مورد شورای حقوقی که به اون اشاره کردم، اصل این است که این شورا یک چنین پیمان نامه‌ای رو که من به اون نام منشور موقت دوران گذار رو میدم تهیه بکنم. ضرورت داشتن یک چنین منشوری بیشتر به خاطر وجود داشتن 3 واقعیت همزمانه. اول، نزدیک شدن فروپاشی رژیم. دوم، وجود خطر هرج و مرج از یک طرف و باز تولید استبداد از طرف دیگه پس از سقوط رژیم.
و سوم هم نیاز فوری به داشتن یک قواعد حداقلی برای مدیریت دوران گذار. به این ترتیب داشتن یک منشور موقت در سرآغاز مرحله گذار پس از فروپاشی نه یک تصمیم دلخواهانه مدیریت گذار یا اراده مردمی که در مبارزه هستند هست. در اینجا اون چی که ما مطرح میکنیم اینه که یک منشور موقت که قرار بهانه رو از دست معترضین مغرض و غیر مغرض و شکاک و بهانه‌جو و پرسشگر خارج کنه میتونه شامل 5 مورد اصلی باشه. اول، تأکید مؤکد بر موقتی بودن دوران گذار، به این معنی که همه ترتیبات اتخاذ شده در دوران گذار موقت هستند. دوم، توالیمندی، به این معنی که ترتیب منطقی و کارآمد اقدامات مهمتر از سرعت انجام اونها است. سوم، مهار، به این معنی که اگرچه بخش عمده‌ای از نخبگان نظام پیشین خنثی میشن، اما هدف نباید نابود کردن کل ساختار مدیریت کشور باشه. چهارم، جلوگیری از رقابت سیاسی، به این معنی که در دوران گذار چنین رقابتی نباید موجب عقب افتادن استقرار قانون و قوه قهریه کارآمد باشه یا بر اون پیشی بگیره. و پنجم هم ممانعت نامزد شدن اعضای درگیر در مدیریت امور در دوران گذار برای یک دوره از دوران دموکراتیک، به این معنی که مدت کار همه کسانی که مدیریت اجرایی امور رو بر عهده خواهند گرفت در پایان دوران گذار به اتمام میرسه و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های شخصی و احتمالی اونها از نامزد شدن برای مشاغل مدیریتی در اولین انتخابات دموکراتیک محروم خواهند بود. با این حساب همه عملیات و مسئولیت ها در دوران گذار موقتی هستند و با انجام اولین انتخابات آزاد و منصفانه برای تعیین اعضای مجلس ملی و دولت دموکراتیک کار دولت موقت به پایان میرسه و همه دستاندرکارانش کنار میرند. توجه کنیم که ویژگی این شورای حقوقی اینه که نماینده ملت نیست، اما برخواسته از ضرورت نظم و دعوت شده از جانب رهبریه. ویژگی‌هاش هم عبارتند از کوچک بودنش، مثلا 7 تا 15 نفر، متکثر بودنش و دارای مأموریت کوتاه مدت بودن. این منشور که گفتیم اسمش از شورای حقوقی با مأموریت مشخص و به صورت زمان بندی شده کار میکنه و نوشتهاش به تصویب رهبری و شورای نظارت میرسه. توجه کنیم که مشروعیت این منشور هم نه از انتخابات نه از برگزاری رفراندوم به دست میاد، بلکه با توافق رهبر و تصویب شورای نظارت به دست میاد و در عمل ساختار قدرت جانشین رو هم منطقی و هم قابل پذیرش میکنه. البته لازمه که منشور توضیح بده که همزمان با مشروع سازی نهادهای موقت چطور شخص شاهزاده جدا از اینکه سخنگوی جنبش ملت ایران و ناظر کلی بر پیشرفت اموره، اما از دخالت در کارهای روزمره مدیریتی مملکت معافه و هرگاه که ایشون تشخیص بده که یکی از نهادها وظایف خودش رو به خوبی انجام نمیده، چطور میتونه با نظرخواهی از 2 نهاد دیگر در مورد این نهاد مورد بحث تصمیم بگیره. همچنین توجه کنید که در یک چنین منشوری توالیمندی منطقی و علمی حکم میکنه که رفراندوم تعیین نظام که پادشاهی باشه یا جمهوری
بهتر زیر نظر نه دولت موقت بلکه دولت انتخابی صورت بگیره و لذا پس از انتخابات مجلس و دولت دموکراتیک مطرح بشه. عرض میکنم که شاید مهمترین نکته همینه که اصول گذارمداری علمی با آنچه در دفترچه مدیریت دوران گذاره یا دوران اضطرار تیم شاهزاده آمده متفاوته و همه ما امیدواریم که رفراندوم تعیین نوع حکومت قبل از تشکیل مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی سکولار دموکرات انجام نشه. اما خب این مسئله پیش میاد که آیا شاهزاده‌ام جزو کسانیه که باید برای یک دوره نامزد داشتن هیچ کاری نباشه؟ در حالی که همونطور که عرض کردم ایشون در کارهای روزمره و اجرایی دولت موقت نقشی جز نظارت و راهنمایی نداشته و پس از تعیین نوع حکومت در رفراندومی که دولت دموکراتیک برگزار میکنه اگر ما خودش بخواد میتونه به عنوان یکی از نامزدها برای احراز هر سمتی که قانون اساسی مصوب مردم تعیین کرده حضور داشته باشه. با این توجه که استقبال ایرانیان در داخل و خارج کشور از رهبری شاهزاده نشون داده که در دوران دموکراتیک هم موقعیت و نقش برجسته ایشون تردید ناپذیر خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هم میهنان گرامی و با تشکر از جناب آقای دکتر نوری‌الله در رابطه با توضیحاتی که در خصوص برنامه امشب داشتند از هموندانم دعوت میکنم که نظراتشون رو اعلام بفرمایید. آقای سایی بفرمایید، در خدمت شما هستم. ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندای عزیز و بینندگان. در باب بحث امروز من در ابتدا برام یه علامت سوال شکل گرفته بود. در حین یه ویدئوی دکتر پخش میشد یه گریزی زدم و تصورم بود که خب این پیمان یا منشوری که آقای دکتر ازش صحبت میکنن شاید چه بسا ما این رو از قبل داشته بودیم. من اشارم به پیمان نوین شاهزاده است الان و فرصت کردم خوندم. اتفاقا همین الان دوباره متن پیمان نوین شاهزاده رو خوندم و دیدم خب مطالبی اونجا عنوان شده ولی نه با این دیتیل و زاویه‌ای که آقای دکتر بیان کردن. یعنی اونجا بیشتر مطلب و تارگت و هدف رو آینده بعد از گذار قرار دادن، یعنی وقتی که به ثبات رسیدیم و چه خواسته هایی خواهیم داشت که خیلی مطابق هم داشت که ما هم حزبمون فکر میکنم حمایت کرد اون پیمان رو و خیلی با زاویه های سکولار دموکراسی تطابق داره که اتفاق قرار بیفته. در باب اینکه حالا این روند اجرایی و این منشوری که قرار تعیین بشه یا تعریف بشه، منم خیلی موافقم با این قضیه به این جهت که سردرگمی که در اجرا یا مدیریت یک حکومت با ابعاد گسترده مثل ایران میتونه داشته باشه در اون دورانی که شما اتفاقا بعد از 40-50 سال آنارکی و هرج و مرج واقعا داری شما یه سیستمی رو تحویل میگیرید که فساد، ناکارآمدی، ناشایسته سالاری در تمام ابعادش داره موج میزنه و از طرف دیگه مشکلات زیست محیطی، اقتصادی که باز همه میگم یه چرخه باطلیه که اتفاق افتاده برای 50 سال در کشور ما. یعنی شما در هر نقطه، در هر زاویه‌ای که بایستی و نگاه کنی برای بازسازی میبینی که چه کوه عظیمی از کار و فعالیت جلوی رود هست، در عین حالی که شما رو وصل میکنه به 10 مشکل جانبی دیگه. یعنی به محیط زیست نگاه میکنید، در کنارش کشاورزی ناکارآمد رو میبینی که داره هدر رفت آب داره. نمیدونم کشاورزی رو نگاه میکنی،
در کنارش اقتصاد ضعیف کشاورز رو میبینی که اون قشر بزرگی از جامعه محروم و ضعیف واقع شده، باید بتونی حمایتش کنی. همینطوری پله به پله این مسائل در هم تنیده شده. حالا دولت گذار وقتی بیاد، اگر نتونه قبلتر برآورد کنه، قبلتر نگاه کنه که چه قسمت‌هایی از این بلبشو رو باید حفظ کنه برای مدت موقت تا این امورات بچرخه، حداقل این چرخی که داره لنگ لنگان به جلو میره از حرکت وای نسته، و در عین حال اون خیز رو برای اصلاح و تعمیر این چرخ برداره. به نظر من خیلی خیلی اهمیت داره و من امیدوارم که شاهزاده به عنوان رهبر این دوران که ما قبولش کردیم، تقریبا اغلب و اکثریت مردم هم قبولش کردن، این درایت رو به خرج بده و با تیمی که داره، و من حالا بخشش رو میبینیم توی مدیا که همکاری میکنن در انتشار مطالبی که تهیه میشه، امیدوارم که این درایت رو به خرج بدن و با ایجاد این منشور و با ایجاد چراغ، روشن کردن چراغ‌هایی در سر راه گذار، مشخص کنن که ما در چه محدوده هایی میتونیم عمل کنیم، در چه محدوده هایی صبر میکنیم تا به اون از تلاطم خارج بشیم و اون چی میگن، اون اقتدار لازم در سطح جامعه اتفاق بیفته. و بعد مثلا حالا نمونه شاید مناسب نباشه اینجا عنوان کردن و معمولا هم مردم دوست ندارن صبر کنن، ولی فکر میکنم مثلا سیستم دادخواهی که قرار اتفاق بیفته بر علیه جنایتکارانی که علیه ملت اقدام کردن، فکر میکنم از اون مواردی که باید یه چند ماهی حداقل صبر بشه تا سیستم قضایی کشور سر و شکلی بگیره، بتونه در جهت درست و بیطرفانه حقوق دادخواها رو از جنایتکارا بتونه پس بگیره. اینا و به علاوه مطالب خیلی خیلی بیشتر دیگه ای هست که به نظر من باید با یه زمانبندی مناسب، با یه نگاه تکنوکرات و دقیق بهش باش برخورد بشه و آینده که تصور داریم آزادی احزاب، آزادی بیان، حکومت مردم، انتخاب مردم باشه، قدرت دست مردم باشه و آیندهشون رو مردم ایران بتونن حداقل شاید برای یک بار هم که شده خودشون رقم بزنن. ممنونم. از من تمام. خیلی ممنون از شما آقای سایی. جناب دادگو بفرمایید قربان. بله. با توجه به اینکه این دوران گذار بسیار مهمه و من ممنون هستم از آقای دکتر که زحمت کشیدن در جزئیاتش رو توضیح دادن. ارائه این محتویات برای مردم عمومی و عقیده من خیلی مهمه که به صورت عام همه متوجه بشن که برنامه چی در پیش هستش. حالا یکی از راهایی که من پیشنهاد میخوام بکنم اینه که همین محتویات رو ما به صورت دیاگرام تهیه بکنیم، اگر دوستان با هم دیگه کمک کنیم که به صورت یه خط مثلا مستقیم از کجا شروع میکنیم به کجا ختم میشه دوران گذار و بعدم باکس های کوچیک و بزرگ در کنارش توضیح بدیم که این محتویات یعنی توشون بذاریم که هر کسی ببینه خیلی با یه نگاه بتونه متوجه بشه که چه برنامه در پیشه. همین پیشنهاد می‌خواستم. تشکر. خیلی ممنون از پیشنهاد شما. مرسی. جناب بیگلر بفرمایید قربان. سپاسگزارم. درود بر بینندگان گرامی. این سه اصلی که جناب نوری‌الله بهش اشاره کردن و در پایان مسئله انتخابات و تعیین قانون اساسی مطرح شد، من 5 تا دلیل، اگر طولانی شد شما میتونید به من بگید که قطعش بکنم. 5 دلیل به اصطلاح برای اینکه چرا باید اول قانون اساسی تشکیل بشه، بعد
نقش یا فرم نظام تعیین بشه در یک صندوق رأی، دلایلش چیه؟ من 5 تا اصل رو اینجا با اجازهتون میگم. اصل اولش هماهنگی با اصل حاکمیت مردم یا همون مردم سالاریه که این در اصل با صحبتایی که تاکنون شاپور رضا پهلوی در برنامه‌های متعدد کردن همخونی داره، که مبتنی بر همون اصل جمهوریت. مجلس مؤسسان تنها نهاد واقعی میشه که تجلی اصلی است که نخستین نهادی که مستقیما توسط مردم انتخاب میشه تا بنیادهای حکومت رو تعریف بکنه. این خیلی مهمه. دومیش غلبه بر شکاف‌های سیاسی و مشارکت همه گروه هاست. اگر ما اول به اصطلاح بگیم که خب انتخابات نوع حکومت رو تشکیل بده، یا یک بخشی از جامعه سرخورده میشه، یا یک بخشی همون بخش یا بخش دیگریش که حالا رأی چی از صندوق بیاد اون حداقلش حالت قهرآمیز پیدا میکنه و باعث یه قطبی سازی میشه میون نیروهای مثلا جمهوری خواه و پادشاهی خواه. با در اولویت قرار دادن انتخاب نمایندگان برای مجلس مؤسسان تمرکز از مناقشه ایدئولوژیک به هدف مشترک یعنی یعنی تدوین قانون اساسی منتقل میشه. بدین ترتیب همه نیروهای دموکراتیک فارغ از ترجیحشون نسبت به شکل حکومت میتونن مشارکت بکنن. یعنی باز 2 مرتبه همون اصل جمهوریت به قوه خودش باقی میمونه. سومی حفاظت از بی‌طرفی رئیس کشوره. این به اصطلاح جابجایی اینا تضمین میکنه که رئیس کشور، حالا میخواد پادشاه باشه یا رئیس جمهور، در آینده یه نماد بی‌طرفه و تنها وحدت ملی برای وحدت ملی باقی میمونه. از اونجا که تصمیم درباره شکل حکومت در نخست از مجلس مؤسسان اتخاذ میشه، نقش رئیس کشور از مناقشات بالقوه تفرقه انگیز جدا میشه و پذیرش عمومی یا همون به عبارتی واژه عربیش مشروعیت و بی‌طرفی و تقویت میشه. چهارمیش اولویت بندی محتوا بر فرم. مجلس مؤسسان وظیفه خود رو در ابتدا بر اصول اساسی همچون تفکیک قوا، حاکمیت قانون، رعایت معاهدات بین‌المللی، حقوق بشری، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم یا همون سکولار دموکراسی یا مردم سالاری تمرکز خواهد داد. این ترتیب مانع از اون میشه که بحث بر پرسش نمادین شکل حکومت متمرکز میشه و به مردم امکان میده بر ساختن یک دولت دموکرات و سکولار کارآمد متمرکز بشن. یعنی در تمام اینا اون مسئله جمهوریت در اصل قضیه قرار میگیره. و پنجمیش شفافیت و وضوح تصمیم مردم. مجلس مؤسسان یک پیشنویس قانون اساسی واحد تهیه میکنه که باید افزون بر خود قانون شامل 2 بند تفصیلی باشه. مرحله تعیین فرم حکومت. برای 2 فرم حکومت پادشاهی و جمهوری باشه. یعنی فقط یک پیشنهاد داره. بنابراین همه پرسی نه میان 2 قانون اساسی کامل بلکه تفاوت محتوایی مشخص اون خواهد بود. این امر تضمین میکنه که اراده مردم روشن و بدون ابهام باقی بمونه. سپاسگزارم. من تمام. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. آقای حسین آقا یه چیزی تو چت نوشتن، خوندید؟ خوندم ولی نفهمیدم منظورشون رو. ایشون فکر کنم میگه حسین در آقا وبسایت حزب یعنی آقای نه سایی گفتم پیشنهاد شاید مثلا صدات ضعیف حسین جان. تعداد ضعیفه. این میکروفون یادم رفت. عرضم که یه وبسایتی شاهزاده شاید اصلا محوریت مدیریتشو به عهده بگیره که در کنار این منشوری که شما میگین اصلا هر چیزی که لازم هست و بشه تو اون وبسایت جستجو کرد، سوال کرد، جواب گرفت، یه حالت کار سیستماتیکی انجام بشه. یعنی من این به ذهنم رسید، حالا چون دیدم وقت من دیگه نمیکنم صحبت کنم، گفتم شاید دوستان بتونن بیارن توی صحبتاشون این قضیه رو. حالا میگم نه ما خودمون میتونیم اجرا کنیم همچین کاری رو،
فکر کنم خیلی انرژی بخواد که هم مطلب جمع کنیم، هم پاسخ بدیم، هم کسایی که نظری دارن بدن، ما بنویسیم اونجا، شاید میگم یه اجماعی انجام بدیم برای گذار. ممنونم، من بقدر میکنم. ببخشید. ببینید، چون اساسا ما ارتباطی مستقیم با شاهزاده نداریم و همه چیز از طریق دفتر ایشون انجام میشه و من یکی دیگه مطمئن نیستم که هر چیزی که به دفتر میدیم به اطلاع شاهزاده میرسونن یا نه. یه موقع مطمئن بودم، الان نیستم دیگه. اینه که ما نمیتونیم اصلا روی این که حرفای ما رو دفتر به شاهزاده منتقل میکنه، نظر شاهزاده چیه، هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بدونیم. اینه که فعلا ما میگیم، حالا من هر بارم که برنامه ضبط میکنیم من برای دفتر شاهزاده میفرستم که به من نگن بعدن که شماها کوتاهی کردید. من در گذشته ها میدونستم که هر برنامه ای رو که داشتیم شاهزاده میدید و اظهار نظر میکرد، ولی چون الان به طور مستقیم دیگه نمیشه با شاهزاده. یه موقع آدم تلفن رو برمی‌داشت زنگ میزد به خودشون، ایشون هم جواب میدادن. الان که زنگ بزنی آقای اعتمادی جواب میده. بنابراین من فکر میکنم ما کار خودمون رو باید بکنیم. اون چرا که تجربه کشورهای مختلف در مورد دوران گذار به صورت علمی مدون شده اینا رو بگیم. حالا اونا میخوام بکنن یا نه من نمیدونم. من در پایان همین برنامه امروز گفتم که الان هنوز ما منشوری نداریم که بدونیم شاهزاده دولت موقت، نمیدونم دفتر همکاری های ایشون بر چه اساسی عمل میکنن، دولت موقت چه وظایفی رو بر عهده داره، چه وظایفی رو نباید انجام بده، مال دولت دموکراتیکه. اینا هیچ کدوم روشن نیست. اینه که من اگر دیده باشین من یه مقاله هم توی گویا نیوز نوشتم، باز همین رو خواستم بگم. من فکر میکنم که ما باید شاهزاده رو یه جوری حفظش بکنیم. شاهزاده الان مثلا آقای حسن دانشور توی برنامه‌های مهستان میگه که شاهزاده باید رئیس دولت موقت بشه. شما نگاه کنید، از یه طرف آقای دانشور میگه که هر کی عضو دوران موقت بود، دولت موقت بود، نباید در انتخابات اصلا شرکت بکنه، باید بره کنار یه 5-6 سال باد بخوره بعد بتونه چیزی. فکر در این حال شاهزاده رو میذاره اون تو. شما ببینید چه مشکلاتی رو میتونه اینا به وجود بیاره. اینه که من فکر کردم که کاری که ما میکنیم اینه که حالا برای ثبت در تاریخ، در جغرافیاست، در چیه، ما اون چی رو که فکر میکنیم که درسته در مورد دوران گذار اجراش میکنیم، بیانش میکنیم. اگر که شاهزاده اینایی که ما برای دفترشون میفرستیم مشاهده کردن، باهاش موافق بودن، لابد انجام میدن. اگرم نشد که نشد دیگه. خیلی ممنون. جناب مرادی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ممنون. درود بر همگی. بحث امشبی که داریم من توی هفته آخر خیلی در موردش فکر کردم، طبق اون صحبت قبلی که توی گروه داشتیم. به نظرم این در واقع پیمان یا اون صحبتی که داریم در موردش میکنیم برمیگرده بیشتر به اینکه پذیرشی که ما داریم از شاهزاده در قبالش این خواهیم بگیم چک اعتمادی که شاهزاده به ما میده که اون فضای سیاسی و اون دوران بعد از گذار جلو بره، با این پیمان در واقع دوران گذار نوشته میشه و مردم متوجه میشن. چون مثلا من خودم اون دفترچه اصرار که داشتم میخوندم، خب خودمون بیشتر میدونیم توی زبان فارسی یه سری ابهامات وجود داره، یه سری کلمات کامل نیست، بعضی جاهاش اونا برمیگرده باز به ضعف خودمون. به نظرم زبان فارسی مشکل نداره، ولی خب استفاده کمتر شده. به زبان سیاسی و اینا عربی بیشتر وارد شده. حالا به کنار این یه ذره جاهاش ابهام بود که منظور چیه، برای چی باید این شکلی باشه.
من فکر کنم این پیشنهادی که از طرف حزب مطرح میشه کمک میکنه به اینکه این در واقع پذیرش از طرف مردم که داره انجام میشه، یعنی اون چک سفید امضایی که دست شاهزاده داریم میدیم، مقیدش میکنه به یک اصولی. حالا یه دو تا سوال داشتم توی این زمینه. که اولین سوالش اینه که ما داریم میبینیم از طرف مردم پذیرش به صورت پیش زمینه توی جامعه ایران خب وجود داره. از طرف گروه های سیاسی این پذیرش اگر که بخواد به وجود بیاد، شاهزاده توی اون پیمان این چارچوب رو اگر که باز بکنیم، به نظر من گروه های سیاسی میتونن خودشون رو مشخص بکنن کدوم طرف هستن. فقط دیگه بحث فرد نیست، بحث یک در واقع پیمان هستش. و این موردی هم که در موردش صحبت شد که یکی از نکته‌های بود که آقای دکتر گفتن در مورد هفته‌شهری گذار، بحث تعیین نوع حکومت بعد از چند ماه. روی این هم که من زیاد فکر کردم دیدم که بحث بی‌طرفی شاهزاده رو در واقع بی‌طرفی دولت گذار بخوایم بگیم، برای اینکه بتونه تو اون فاصله زمانی یک قانون اساسی رو تعیین بکنه و جامعه ایران رو به اون سرمنزل مقصود برسونه، یه خورده خدشه‌دار میشه، چون شکل حکومت مشخص شده و افرادی که میان تاثیرگذار میشن تو اون قانون اساسی ممکنه چی میگن جنبه‌های خودشون هم وارد بکنن. همون دوستمون که آقای امیر بیگلر صحبتشو کردن، مواردی که مطرح کردن توش دخیل میشه، یعنی افرادی که میان دخیل میشن برای نوشتن قانون اساسی، اینا باعث یک فضای تا اونجایی که آدم بتونه براشون خنثی ایجاد بکنه. نه اینکه بگه قانون اساسی برای دولت شاهنشاهی هستش یا قانون اساسی برای دولت جمهوری اسلامی است. یعنی تمام این جمهوری اسلامی میگم جمهوری آینده هستش. یعنی تمام این فضا رو باید به وجود بیاریم به صورت خنثی توی اون دولت گذار. تمام توجهمون روی این باشه که یک قانون اساسی سکولار دموکرات نوشته بشه که حقوق انسانی افراد ایران رو کامل به صورت کلی رعایت بکنه. و این خیلی مهم هستش که شکل حکومت قبلش مشخص نشده باشه. این نکته هستش که به نظر من بیشتر باید روش برنامه ریزی بشه و توی فاصله حالا که ما داریم با اون بعد از جمهوری اسلامی بیشتر روش برنامه گذاری بشه و بیشتر در موردش صحبت بشه. یه پیشنهادم داشتم، حالا دوست داشتم نظر دوستان و آقای دکتر رو بدونم، چون بحثش بود که قانون اساسی نوشته بشه و توش یه بند وارد بشه، یعنی به صورت متمم که حالا ریاست جمهوری یا شاهنشاهی، خب تمام قانون اساسی نوشته بشه و میتونه دو تا قانون اساسی، یعنی توی دو تیکش که نوع حکومت رو میخواد مشخص بکنه متفاوت باشه و مردم میرن توی رفراندوم اون قانون اساسی رأی میدن که میگن قانون اساسی شاهنشاهی یا قانون اساسی ریاست جمهوری، و این درگه نوع حکومت هم تعیین میکنه، یعنی دوتاش در کنار هم قرار میگیره. همه بندهای قانون اساسی بر اساس اون مدل سکولار دموکراسی و حقوق مردم، حقوق انسانی نوشته میشه. دو تا در واقع تفاوت که وجود داره بحث دولت آینده است، خودش میتونه قانون اساسی شاهنشاهی یا قانون اساسی ریاست جمهوری اسم داشته باشه. دوست داشتم نظرتون هم بدونم. ممنون. خیلی ممنون از شما. آقای دکتر در مورد صحبت‌های آقای مرادی فرمایشی دارین؟ در خدمت شما هستیم. حالا پرسش فقط اون تیکه آخر بود که ایشون فرمودند. من این رو میگم که قانون اساسی به وسیله دولت موقت هستش که مجلس مؤسسان تشکیل میده و قانون اساسی نوشته میشه. حرف من اینه که ما میتونیم یه قانون اساسی داشته باشیم که فقط یه ماده توش باشه که یک ریاست نمادین ما در مملکت داریم که مردم میتونن در یک رفراندوم این که پادشاهی باشه یا جمهوری اون رو تعیین خواهند کرد. بقیه مواد قانون اساسی ربطی به این موضوع نداره. من حرفم اینه که این تعیین نوع حکومت رو یک دولت دموکراتیک و مردم در یک رفراندوم آزاد و منصفانه باید انجام بدن.
اگر شما روز اولی که گذار آغاز میشه بیاید این رو چیز بکنین، هم دیکته کردید که قانون اساسی باید توش چه چیزایی نوشته بشه و هم اینکه راهی برای اینکه مردم بیان انتخاب بکنن رو در آخر کار نگذاشتید. در اول همه منابع، اگه بخواید من براتون 20 کتاب رو لیست میکنم و براتون میفرستم، در همه اونها نوشته که تمام تجربه های دوران های گذار نامطلوب و به نتیجه نرسیده در نتیجه انتخابات اول شده. شما نگاه بکنید همین جمهوری اسلامی رو در فروردین 58 نگاه بکنید. اول آمدن رفراندوم کردن جمهوری، بدونی که حتی توضیح بدن که جمهوری اسلامی چی هست که مردم بهش برن رأی بدن، یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی یا حکومت پادشاهی. و بعدم دیگه از اون به بعدش دیگه گفتن حالا که مردم گفتن که حکومت اسلامی باشه، ما دیگه همه اصول رو بر اساس اسلام میگذاریم. اصلا توجه به اینکه دموکراسی چیه، سکولاریسم چیه، لایسیته چیه، اینا رو نکردن. تصمیم گرفته شد در فاصله بین بهمن 57 تا فروردین 58، یعنی 3 ماه، در این 3 ماهه مردم بیان نوع حکومت رو تعیین بکنن و بر اساس اون ما قانون اساسی رو بنویسیم. به نظر من اگر که ما امروزه با حکومت اسلامی اینگونه روبرو هستیم، دقیقاً به همین خاطره. این قضیه در جاهای دیگه هم وقتی که رعایت نشده نتایج نامطلوب رو داده. من به این چون قضیه کار من اینه که من گزارش بدم که تجربه واقعی که به صورت اصول علمی تدوین شده به وسیله متفکرین این موضوع، اینها چی میگن، حالا آیا رعایت خواهد شد یا نه. من بعضی وقتا حتی نگران میشم. مثلا همین که گفته میشه که ما بلافاصله بعد از شروع دوران گذار انتخاب میریم، همه پرسی میکنیم که سلطنت باشه یا جمهوری. من به عنوان جمهوری خواه این حرف رو نمیزنم، به عنوان یک کسی که نگران این هستم که در اون بحبوحه عرض کنم که احساسات، رهبری شاهزاده، همه این حرفا و این که ما نیتمون اینه که در رفراندوم مردم حتما به پادشاهی رأی بدن، همه این حرفا نشانه اینه که هیچ نوع دموکراسی، هیچ نوع کولدان پیریود، چی میگن، دوران خوابیدن اون احساسات و غلیان احساسات طی نشده باشه، بیان صندوق بذارن بگن مردم رأی بدید. این به نظر من خلاف عمل دموکراسی. خیلی ممنون از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمتتون هستم. ممنونم جناب دارابی. من فقط چون آقای مرادی گفتن دوستان نظر بدن، حالا دکتر نوری‌الله الان بخش بزرگی از چیزهایی که من میخواستم بگم رو خب توضیح دادم، ولی ما قبلا هم اگر خاطر دوستان باشه بیشتر راجع به جمهوریت صحبت کرده بودیم و اینکه آقای مرادی میگن قانون اساسی، یعنی تعیین بشه یا بگیم که قانون اساسی جمهوری یا قانون اساسی پادشاهی. ما قبلا کشورهای اسکاندیناوی رو مثال زدیم. قانون اساسی ها خیلی با هم متفاوت نیستن. اگر اسکاندیناوی رو بخواد در نظر بگیریم، نوع حکومت ممکنه فنلاند که من هستم ریاست جمهوریه، کشور بغلی ما دانمارک یا مثلا فرض بفرمایید که سوئد پادشاهیه. خیلی سیستم فرق نمیکنه به خاطر اون شکل قانون اساسیش. و موردی که میخواستم بهش اشاره بکنم، شخص شاهزاده خودشون گفتن اگر از من بپرسید، ایشون خودشون میگن من جمهوری خواهم. و قبلا حتی راجع به پادشاهی هم ایشون گفته که کی گفته که پادشاهی نمیتونه انتخابی باشه.
یعنی انقدر ایشون اومدن راه و باز گذاشتن که مردم بتونن گزینه های مختلف رو روش فکر بکنن و انتخاب بکنن. حتی اگر من مثلا بارها شده به این فکر کردم شاید مردم در آینده سیستم جمهوری رو انتخاب بکنن ولی شخص شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان ریاست جمهوری انتخاب بکنن. خب این خودش میشه روی این فکر کرد. اینه که میخواستم بگم اگر ما اون خود اون بدنه یا اون بنمایه قانون اساسی رو جمهوریت ملاک قرار بدیم، زیاد تفاوتی بین قانون، اگر بگیم قانون اساسی جمهوری یا قانون اساسی پادشاهی، من فکر نمی کنم اون خیلی تفاوت داشته باشه. من فقط به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم. ممنونم. خیلی ممنون از شما. جناب آقای سایی بفرمایید. ممنونم آقای دارابی. من دو سه تا مطلب شد حالا شهرام جانم توضیح دادم. به نظر من نکته‌ای که باعث ایجاد مشکل میشه و عموما راجبش هم بحث نمیشه و خوشبختانه حزب سکولار دموکرات در مرامنامه‌اش اگر اشتباه نکنم آورده این توضیحه که اگر قرار یک شخصیتی، یک نمادی وجود داشته باشه که مادام العمر باشه یا تا موقعی که اون شخص هست اون سمت رو در خودش داره، این سمت باید غیر مسئول باشه، یعنی حق دخالت در امور روزمره مملکتی رو نداشته باشه. حالا چه میخواد رئیس جمهور باشه چه میخواد پادشاه باشه. و اتفاقی که میافته این که در اغلب کشورها که میبینیم ریاست جمهوری به دیکتاتوری میرسه، حتی مثلا شما الان ترکیه رو میبینید داره یه جورایی میره سمت دیکتاتوری اسلامی با ریاست جمهوری اردوغان، چون بهش ابزار اینو دادن که دخالت کنه در همه چی و این مشکل ساز میشه. ما این رو باید بتونیم شفاف کنیم که آقا اگه قرار یک سمتی تعریف بشود و اون سمت مادام العمر باشه به یه شخصی قرار تحویل داده بشه، این شخص نباید کار اجرایی انجام بدهد، نباید مسئولیت اجرایی داشته باشه و باید نمادین هست و اگر نه باید انتخابی باشه هر 4 سال با یه محدوده مشخص و شاید هم مثلا بعد 2 بار یا 1 بار غیر قابل تکرار باشه که درای استبداد درست کردن رو ببندیم. مطلب دیگه که نمیدونم شایسته این بحث امروز هست یا نه، خیلی تو فکر من میچرخه، این هست که یه بخش شاید بزرگی از اپوزیسیون که معمولا هم سمت چپ قرار میگیرن به نوعی خیلی حرکت رو تلاشای شاهزاده رو سلاخی میکنن با این ادعا یا با این محوریت اینکه اگه شاهزاده بیاد و بعد دیکتاتوری بشه، سلطنت شاهنشاهی بشه، دیکتاتور بشن. این بحث ها رو خیلی مطرح میشه، بعضا من میبینم توی مدیا و حتی من با یکی از دوستای خودم بحث بود، گفت اگه شاهزاده اومد شد دیکتاتور چی؟ گفتم آقا ما سکولار دموکراتیم، دنبال سکولار دموکراسی هستیم. اولین روزی که من یه نشانه‌ای ببینم که دولت آینده، حالا شاهزاده یا هر کس دیگه ای که بعد جمهوری اسلامی میاد دولت پاشو از اصول سکولار دموکراسی گذاشتی برتر، منم میشم اپوزیسیون جدید اون حکومت، حالا هر چی هست. چون ما ایدمون، آیندهمون، نظرمون در مدار سکولار دموکراسی داره حرکت میکنه و معتقدیم و تمام شواهد و قرائن هم نشون داده تمام کشورهایی که این سیستم رو دارن هم از لحاظ رفاه اجتماعی هم از شرایط اقتصادی تو بهترین وضعیت دنیا هستن. فکر کنم این خیلی مطلب مهمیه که یه مقدار کم توجهی میشه بهش و بعضا باعث میشه که اون حرکتی که انرژی که باید صرف تلاش در مقابل جمهوری اسلامی و عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به آینده طلایی سکولار دموکراتیک هست انجام نمیشه، به خاطر اینکه دارن مبارزه میکنن با یک توهمی که سلطنت نشود، دیکتاتوری نشود. اینا راهاش مشخصه، راه حلاش دیده شده در خیلی کشورها و فکر میکنم ما باید این ترس رو کنار بذاریم و کمک کنیم به جریانی که شکل گرفته و داره حرکت میکنه.